بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 18 از آموزش سیره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می باشد و البته ان شاء الله در این حلقه ما موضوعمون اسرة نبویه هست، خانواده نبوی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، آموزش اهل و عائله رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. یعنی رسول الله در کدام خانواده به دنیا آمده اند و این خانواده چگونه خانواده بود. در حقیقت بارک الله فیکم در بین عرب و در بین قریش اسره خانواده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به خانواده هاشمیه معروف بود. خانواده هاشمیه معروف بود. نسبت به بابای دومشان هاشم ابن عبدمناف داده می شد، برای همین هاشمیه گفته می شود. هاشمیه نسبت به بابای دومشان هست که بابای اولینشان عبدالمطلب هست، شیبه، و بابای دومشان هاشم ابن عبدمناف بود. پس بارک الله فیکم، به همین خاطر یک کمی مختصرا از هاشم نقل میکنیم. چخیلی که پیش گذشت، هاشم این بابای دوم رسول الله کسی بود که در مکه به حاجی ها طعام میداد، به حاجی ها آب میداد و به حاجی ها کمک میکرد. وقتی که فرزندان عبدمناف، یعنی پدر هاشم بابای سیوم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، وقتی که بینشان اختلاف شد که این مکه را نگاهی بینش را سیاستش را کی به دست میگیرد، بعد از این اختلاف هاشم بابای دوم پیامبر قسمی از اداره مکه را گرفتند و دیگر از فرزندان عبدمناف قسمی از دیگرش را. قسمی که هاشم گرفتند این نگاه بین حاجی ها بود، طعام دادن به حاجی ها، آب دادن به حاجی ها، کمک کردن اونها بود. بارک الله فیکم. پس از فرزندان عبدمناف دیگران فرزند و بعضی از اونها مشغول به نگاه بین امنیتی و سیاستی مکه بودند. بارک الله فیکم. یعنی سیاست و نگاهداری قریش مکه به دو قسم تقسیم شد. یک قسمش نگاه بین حجاج و یک قسمش نگاه بین امنیتی مکه. نگاه بین حجاج به بابای دوم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هشام ابن عبدمناف داده شده بود. بارک الله فیکم. پس هشام این کسی بود که به نهایت یک انسانی سخی، به نهایت انسانی صاحب شرف به نهایت بزرگ داشت و انسانی پولدار و مالدار بود. به همین خاطر هر سالی که حاجی ها برای حج کردن خانه کعبه می آمد، چخیلی که بیان کردیم در حالت مشرکان حج می کردند، چرا که اونها در ملت ابراهیم خود را اسم می کردند. این هشام یا که هاشم طلقان می کردند از خرما و از بعض دیگر چیزها ثرید آماده می کردند، به حاجی ها در مکه تقسیم می کردند و آب می دادند و کمکشان می کردند. و نام هاشم نام اصلشان عمرو است. اما چرا عمرو را هاشم میگند؟ برای آنکه نان را طلقان میکردند، نان را میپختند، طلقان میکردند. بسیارتر به همین که مشغول بودند، به حاجی ها که کمک میکردند، از همین جهت میگن که هاشم نامیده شد لهشمة الخبز. پس اولین کسی که دو نمودی دو فصل تجارت را برای قریش خبر داده است و تعلیم داده است همین هاشم است. چخیلی که در سوره قریش اومده لإیلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء والصيف. الله برای اونها دو رحلت را داد که در اون دو رحلت اونها تجارت میکنند، رحلت زمستانه و رحلت تابستانه. و اولین کسی که همین رحلت را پیدا کرد، اختراع کرد، به وجود آورد، این هاشم بود، بابای دوم رسول الله صلی الله علیه و سلم، که در زمستان به یک طرف و در تابستان به طرف دیگر عادتاً به شام و به حبشه، چخیلی که در حلقه گذشته بیان کردیم، هجرت میکردند. بارک الله فیکم. برای همین یکی از شاعران میگه عمرو الذی هشم الثرید لقومه، عمرو آنی که طلقان میکرد، طلقان را
میده میکرد به قومش، یعنی تلقین میکرد به قومش: قوم بمکه مسنتین عجاف سنت الیه رحلتان کلاهما سفر الشتاء و رحلت الاسیاف. همین هشام بود که دو رحلت رو برای قومش به وجود آورد: رحلت سفری زمستانه و رحلت تابستانه رو. بارک الله فیکم. پس همین هاشم که خودشان بسیار رحلت میکردند به طرف شام در تابستان و در زمستان به طرف نجاشی، افریقا، اثیوپیای حاضره، حبشه، در یک رحلتشان به مدینه می روند و از مدینه وقتی گذشتن در مدینه باقی می مانند. چرا که وقتی که از مکه به طرف شام می روید باید به مدینه گذارید، به پهلوی مدینه گذارید. چلی که در جنگ بدر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مال ملک قریش رو وقتی که می گرفتن از شام می آمد، یعنی به پهلوی مکه می گذارد. این بابای دویم رسول الله صلی الله علیه و سلم هشام هاشم از مکه به طرف شام به راه برآمدند و وقتی که به مدینه رفتند در مدینه کمی ایستادند و یک زن گرفتند. زنشون سلمی بنت عمرو بود، از بنی عدی بن نجار بود. زنشون سلمی بنت عمرو از بنی عدی بن نجار بود، مدینگی. در نزد این زن نو گرفته اشون چندین روز باقی میمونند، زندگی میکنند و بعد از این از مدینه میبرایند به طرف شام سفر میکنند، به فلسطین و به طرف شام عموما. و این زنی گرفته اشون در مدینه باقی میموند در نزد پدرش. و در همین وقت که هاشم با این زن سلمی بنت عمرو خانوادگی کردند، این زن سلمی حامله می شود، در جنین خود یک کودکی به وجود می بیاید. اما هاشم از این سفرشون باز نمی گردند. وقتی که این سفر می کنند، آخرین سفری هاشم بود. وقتی که به شام می روند در غزه، شهر امروزه غزه شده از طرف یهود لعنت الله علیهم، ارض فلسطین، وفات می کنند. و زنشان باشد سلمی بنت عمرو در مدینه یک فرزند تولد می کنند که انمین بابای رسول الله عبدالمطلب است. عبدالمطلب مادرشون مدینگی هست، پدرشون قریشی هاشمی هست. پس وقتی که این سلمی بنت عمرو بابای رسول الله عبدالمطلب را تولد می کند، در مدینه نگاه بین می کند و خیش و تباری طرفی پدری، یعنی برادری هشام، برادری هاشم، یعنی خیش و تباری پدری عبدالمطلب از این فرزند بیخبر بود. چرا که بابا کلان رسول الله وقتی که این زن رو از مدینه گرفتند دیگر از خیش و تبارشون بیخبر بود و وقتی که از سفر نگشتن این چیز تماما پنهان میماند. پس میگویند علما در سال 497 میلادی عبدالمطلب تولد میشوند که نامشون در اصل عبدالمطلب نبود، نامشون شیبه بود. سبب شیبه گذاشتن نام بابای رسول الله عبدالمطلب این بود که وقتی که تولد میشوند در یک طرف سرشون موی سرشون کمی سفیدی داشت، از همین خاطر شیبه یعنی مو سفید گفتنی معنی دارد، نام میگذارند. اما وقتی که سلمی ابن عمرو این فرزندشون پسری هاشم رو تقریبا به سن 7 سالگی میرسانند، تربیه میکنند، امکی عبدالمطلب برادری هاشم خبردار می شود که برادرش هاشم پیش از وفاتش در مدینه زن گرفته است و یک فرزند دارد و سفر می کند به مدینه. چرا که بعد از وفات هاشم سرداری قریش را بعد از هاشم این کی بود؟ برادری هاشم مطلب گرفته بود. مطلب وقتی که می فهمد که برادرش یک فرزند دارد، فرزندش در مدینه است، به مدینه می آید، به نهایت خواهش میکند و از این سلمی بنت عمرو این فرزندی برادرش رو میگیرد، شیبه رو، بابای رسول الله رو، که وقتی که به مکه داخل میشوند هر دوی اینها به یک شتر شده بودند، مطلب و در پشت مطلب بابای رسول الله که شیبه. اما مردم گمان میکند که این غلام است، مردم گمان میکند که مطلب به خودش غلام خریده آمده است. برای همین بابای رسول الله را نامش رو شیبه نیو عبدالمطلب میگن، یعنی غلام مطلب. فکر میکنند که این بچه یک بچه که 7-8 سال دارد غلام بچه هست،
خریده آمده است. اما این طور نبود، بلکه این پسری برادری مطلب بود، پسری هاشم بود. برای همین وقتی که مطلب وفات میکنند، امر قریش رو در زمام و دستی کی میدهند؟ قریش عبدالمطلب، شیبه بابای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. پس بارک الله فیکم، شیبه عبدالمطلب پدری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، بابای رسول الله، فهمیدیم که در مدینه تولد شدند و پدرشون وفات کردند، پدرشون رو ندیده اند و عمکشون می آورند و نامشون عبدالمطلب می شوند و بعد از وفات عمکشون همون وظیفه پدرشون هاشم رو می گیرند، یعنی به حاجی های آمده چی می دهند؟ طعام می دهند، آب می دهند، طلقان می دهند، نان می دهند و همیشه خدمت حاجی ها رو انجام می دادند، چرا که اینها همه خود را از ملت ابراهیم می گفتند. و به نهایت انسان شریف در بین قریش بود. عبدالمطلب رو، بابای رسول الله رو، قریش ها به نهایت احترام میکرد. انسان به نهایت رحم با رحم و انسان با حکمت و انسان سخاوتمند بود. بارک الله فیکم. پس در زمان عبدالمطلب دو واقعه بزرگ رخ داده است. اولین واقعه کافتن از یک بار دیگر کافتن چاه زمزم و آب زمزم را دومین مراتبه با طرز زیبا و خوب به بیرون برآوردن. چرا که عبدالمطلب همین شیبه بابای رسول الله خواب میبینند که چاه را باید کوبند. چندین مراتبه این خواب را میبینند. البته چاه را میکوبند، چاه زمزم را میکوبند، در اونجا تیلا مییابند و این تیلا را به در خانه کعبه آب میکنند، میاندازند، میگذارند. و دومین حادثه این حادثه عام الفیل بود. عام الفیل یعنی وقتی که حبشی ها اینها اهل نصارا بودند، اهل کتاب بودند. حبشی ها یمن را به زیر تصرف خود در آورده بود. از حبشه به کشتی ها به واسطه بحر آمده یمن را که یکی از دولت های قدیمه بود، حبشی ها به دست خود به زیر تصرف خود در آورده بود. و یکی از اون سرداران یعنی نمایندگان نجاشی در یمن این ابرهه بن اشخم بود. ابرهه که این خودش نصاری بود، از اهل کتاب بود، در یمن به نهایت یک کنیسه، معبدگاه، عبادتگاه اهل کتاب یعنی اهل نصارا را بنیاد میکند، به نهایت زیبا، بزرگ و خوب. اما یکی از قریشی ها و یکی از عرب های جزراوی وقتی که میفهمد که این کلیسا را در یمن بنا کرده است، میرود و در همون طرف قبلگاه این کنیسا نجاست و افلاسی و همه افلاسی ها را میمالد و اونها را تحقیر میکند. وقتی که ابرهه میبیند که به عبادتگاه نصارا، به عبادتگاهشان، بهترین و زیباترین عبادتگاه، نجاست را آمیخته کردند و به نهایت افلاس کردند و استهزا و مسخره کردند، به نهایت سخت غضبش می آید و یک لشکر آماده می کند که از 60,000 نفر عبارت است و در بعضی روایت‌ها 9 فیل و در بعضی روایت‌ها دیگر 13 فیل آمده است، از 13 فیل دیگر عبارت است. به طرف خانه کعبه راه سپار می شود. چرا که ابرهه دانسته بود که کسی که این عمل رو کرده است این قریشی هست یا که عربی جزراوی هست. یعنی این عرب به خاطر این کرد که در همین جزیره عرب بهترین خانه این که است کعبه است، اما تو کنیسایی که ابرهه پوشیده این چیزی نیست، گویان نجاست را میمالد. برای همین ابرهه به نهایت غضبش میآید. ابرهه ابن صباح الحبشی غضبش میآید و به طرف کعبه لشکر میکشد. اما وقتی که به نزد شهر مکه می آید، علما میگن بین مزدلفه و مینا تقریبا به مکه 8-10 کیلومتر 10 کیلومتر تقریبا نزدیکتر به خانه کعبه، فیل ها از راه میماند، اسب ها از راه میماند، به تمام دیگر طرف ها میرود اما به طرف خانه کعبه حرکت نمی کند. در این حالت البته ابرهه
هیچ راه نمی‌یابد که به طرف خانه کعبه رود. و الله سبحانه و تعالی به این کافی نمی‌کند، بلکه الله یک پرنده های کوچکی رو می‌فرستد که هر یک پرنده 3 سنگ داشت. یک سنگ در نولش و 2 سنگ دیگر در هر یک پایهایش، در پنجه هایش. پرنده هر یک پرنده 3 سنگی داشت که این سنگ به مانند امروزه نخود بود. نخود میده که است نخود. با کدام از این لشکر اگر این سنگ چه رسد، همون انسان رو جای رسیده سنگ پاره میشد، شکاف میکرد. خیلی که امروز تیری یراق انسان رو شکاف میکند، این سنگ هم خیلی شکاف میکرد و انسان ها وفات میکردند و همه اونها وقتی که این حادثه شد گریختند و البته بسیاری از اونها وفات کرد و بسیاریش گریخت. و این چون خودی ابرهه ابن صباح الحبشی در نصف راه به یک کسلی الله سبحانه و تعالی گرفتارش میکند و به همین واسطه کسلی به مرگ میرسد و بعضی از اونها میگن دلش میکفد و خون میپرتد و وفات میکند و البته به یمن بازگشته نمیتواند. از جایی که برآمده بود به همون جا گشته رفته نمیتواند. اما اهل قریش رو بینید، وقتی که این 60,000 لشکر می آید، قریشی ها هیچ لشکری ندارند، لشکرشون به نهایت ضعیف است، مقابل فیل اینو هیچ چیزی ندارند. وقتی که به نزد عبدالمطلب به شیبه بابای رسول الله مردم می آیند که ما باید چیکار بکنیم، عبدالمطلب میگن که شما همه از این شهر بیرون شوید، ان للکعبه ربا یحمی، این کعبه یک رب دارد که خودش حمایت میکند. و در بعضی از روایت ها اومده است که گویا ابرهه بعضی از شترهایی که در راه دیده بود در نزد شهر مکه غصب میکند. عبدالمطلب به نزد این ابرهه میرود، میگوید که شترها رو به من گردون. ابرهه میگوید که تو از من دیگر چیز طلب کن، دفاع خانه کعبه کن. میگوید که این صاحب شتر من هستم، اما صاحب کعبه این خانه الله هست، رب الله، یعنی این خانه کعبه یک رب دارد که خودش حمایت میکند. من الله سبحانه و تعالی حمایت میکند و این یکی از بزرگترین واقعه هایی که در طول تاریخ نسبت حمایت کعبه شده است که الله سبحانه و تعالی خانه کعبه را از اهل کتاب حمایت کرده است. و علما میگویند همون سال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تولد شدند. برای همین تولد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را عام الفیل میگویند. علمای دیگر میگن بعضی از روایت های حسن آمده است که 55 روز بعد از این واقعه رسول الله تولد شدند و بعضی از علمای دیگر میگن بعد از 50 روز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تولد شدند. عموم این است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در همون سال بعد از یک وقت کم 1 ماه 2 ماه بعد از این واقعه تولد شدند. بارک الله فیکم. پس این بود خانواده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نسبتی باباهایشون. اما پدرشون عبدالمطلب قسم میخورند که اگر الله سبحانه و تعالی به من فرزندها و پسرهای زیاد بدهد، یکی از اونها را بهترینش را ذبح میکنم. و در حقیقت الله سبحانه و تعالی به همین عبدالمطلب بابای رسول الله که در مدینه تولد شده نام شیبه است آمده بود، زیاده از 10 فرزند میدهد. بعضی روایت ها 10، بعضی روایت ها 11 و بعد در بعضی روایت ها 13 فرزند میدهد. و از درون این فرزندها بعد از بزرگ شدنشون قرعه میکند که کدام از اونها ذبح بشود که دوست داشته ترین فرزند عبدالمطلب عبدالله همیشه به قرعه میآید. قرعه میکند، یعنی نام همه فرزندها رو مینویسد، به درون یک کاسه میگذارد، میجنباند و میگیرد که عبدالله، نام عبدالله چندین بار میبرد، در حالی که عبدالمطلب عبدالله رو بینهایت دوست می‌داشتند. عبدالله رو بینهایت دوست می‌داشتند و میگویند که ای الله به من اجازت بده که من به جای همین عبدالله ذبح کنم، قربانی بکنم. و به درون کاسه نام عبدالله را و نام چرا شتر را می نویسند، میگن که 100 شتر و نام عبدالله و می جنبانند و میگیرند که نام شتر میبرد. در ورق میکشند که شتر هست، 100 شتر به عوض عبدالله میکشند و عبدالله را از ذبح نجات میدن. برای همین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چخیلی که در حدیث های حسن آمده است میگن که انا بنو ذبیحین، من فرزند 2 ذبیح هستم. یکیش باباشون اسماعیل که ابراهیم علیه السلام خواب میبینند از جانب الله، چخیلی که در قرآن عظیم شان آمده است. میبینند به اسماعیل میگن که انی ارا
اینی اذبحک، ای اسماعیل من در خوابم میبینم که تو رو ذبح میکنم. اسماعیل میگه که انجام بده، من راضی هستم. و اما الله سبحانه و تعالی در وقت ذبح یک کبش بزرگی رو، یک قشقار بزرگی رو عوض به اسماعیل میکند و اسماعیل نجات میبرد. و این چنین پدرشون عبدالله از این واقعه به ذبح، به قربانی از شتر نجات میبرد. یعنی به عوض خون عبدالله شتر کشته میشود. بارک الله فیکم. پس عبدالله فرزندانشان این بود که حارث، زبیر، ابو طالب. ابو طالب معروف است تا دم مرگش به رسول اکرم صلی الله علیه و آله خدمت کرده بود، اما اسلام را قبول نکرد، کافر وفات کرد. عبدالله پدری پیامبر صلی الله علیه و آله، حمزه که مسلمان شده بودند، ابو لهب که بینهایت دشمن سرسختی رسول الله صلی الله علیه و آله بود، غیدق، المقوم او الضرار، العباس. عباس هم اما که پیامبر صلی الله علیه و آله بودند که مسلمان شده بودند. پس بارک الله فیکم، اینها امک‌های رسول اکرم صلی الله علیه و آله. پس عبدالله دوست داشته ترین فرزندی عبدالمطلب از ذبح نجات می‌یابند، از ذبح نجات می‌یابند. به عوض عبدالله شتر می‌کشند، 100 شتر، در روایت 10 تا 100. و بعد از این با یکی از بهترین دخترها زمان خود، دختری قریشی، بهترین از بهترین اوله، که باز باباهایش به همین فرزندان اسماعیل علیه السلام میرفت، عبدالمطلب این پسرشان رو زن میدهند. به عبدالله پدری پیامبر زن میدهند آمینه رو. بارک الله فیکم. پس آمینه در وقت زمان خود بهترین زن، یعنی بهترین دختر از بهترین عائله، از معروفترین عائله بودند. پس آمینه این بنت وهب است. آمینه بنت وهب بنت عبدمناف. باز میریم به عبدمناف که هشام هم هاشم ابن عبدمناف بود. پس در بابای سومشون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، مادر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باز به اهل خانواده پدری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک جای میشوند، یعنی با هم دیگر خویش و تبار بودند. بارک الله فیک. بعد از این حضرت عبدالمطلب فرزند خود عبدالله را که بعد از اینکه زن دادند، عبدالله را به تجارت به طرف شام روانه میکنند. و در این تجارت عبدالله در خانه خویشاوندان خود در مدینه وفات میکنند. و بعضی از علما میگن که رسول الله بعد از تولد رسول الله وفات میکنند، بعد از 2 ماهش. و بعضی از علما میگن که تولد نکرده. قول راجح والله اعلم، چخیلی کلام میگن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تولد نشده، پدرشون عبدالله به تجارت میروند و در تجارت وفات میکنند. یعنی حتی به تجارت رفتن نرسیده، در مدینه وفات میکنند. در مدینه وفات میکنند و بعد از 2 ماهش رسول الله تولد میشوند. بارک الله فیکم. پس این بود خانواده رسول الله صلی الله علیه و سلم، از بابای دومشون هاشم، بعد از این عبدالمطلب، بعد از این پدرشون عبدالله. و عبدالله وقتی که وفات میکنند 5 شتر به پیامبر صلی الله علیه و سلم میراثی که از عبدالله پدرشون مونده بود، 5 شتر و یک چند سر از گوسفند و یک جاریه کنیزه برکه نام داشت. و امی ایمن که حضانه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود، نگاه بین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نگاه داشت. یکی از زمین گذاشته های عبدالله به فرزندشان محمد صلی الله علیه و سلم بود. این دلالت میکرد که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یتیم تولد شدند و بعد از یک وقت مدتی کمی مادرشان هم به از دنیا پدرود. گفت که البته این قصه باقی مانده رو در حلقه آینده به شما ذکر میکنیم. با همین این حلقه رو به پایان میرسونیم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.